در تاجیکستان کتابی از چاپ برآمد که مؤلفش در زندان است. نزدیکانش نخستین نسخه محمود تورابی رمان تاریخی احمد ابراهیم را برای او به زندان برده اند و میگویند بسیار خوشحال است. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک بنیادگذار هفته‌نامه پیک با عیب‌نامه رشوه و تندگرایی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. کتابش هم 1 سال پیش باید میبرومد نبرومد برای سببی که قپیدن بازداشت کردن کتابش خوب کرد انک در 1.5 ساله اخیر با کتابش برومد محمود تورابی برومد کتابش اینا با گفتیمش خیلی وضعیت بزه بود با خرسان چید مقصد. نزدیکان احمد ابراهیم میگویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. با گفته همسر و خواهرانش 3 ماه باز بندی تبابت است. آدینه‌گل ابراهیمова خواهر کلانی او از رئیس جمهوری تاجیکستان و پسر او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. ما ای جناب عالی ای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ای فرزند او رئیس شهر رستم امام علی التماس داریم که همه وضع سلامتی همه برادر ما را به نظر گرفته یک سبکی در بتنشی ایمو درون آزادش کنند و به پیش فرزنداش بیاید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه‌سازی شده است. سازمان بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران آزادی او را طلب کرد. بیبی گل ابراهیمова خواهر دیگری احمد ابراهیم میگوید که نبیره‌هایش به دیدار بابای خود زار شده اند. برادر خواهرش بسیار غمخوار بود. برادر ما بسیار آدم خوب بود. نبیره‌هاش در همین جا 22 نبیره در همین جا هر روز میان بابای ما کی میاد بابام کی میاد گفته همین خونه را پر میکنن با میره و نامیده میره با خونهشون. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند، اما خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است خانواده‌اش تلاش دارد که کار ایجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم میگوید که قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین آنها گفتند که با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب نوش را به زندان خواهند برد تا هم سرنوشتانش و زندانبانها بخوانند.